بازم خوش آمدین دوستان عزیز. من ابراهیم وطندوست در خدمت شما هستم. آمدیم در سطح شهر دوستان عزیز که یک موضوع رو براتون پیدا کنم. یک قپالید و هیچ نیافتم که توی مشکلات های یک رفعی گم شده راهی. خدا کنه که همون تو کلشان گم شود دیگه. ما میرم همون تا یک کدام نفره که براتون پیدا کردم انشالله میشه بخیر. نه تو باش که جنازه است همون تو خفه کده تیر شدیم دوستان عزیز باز گپ میزنیم. سلام علیکم کوکو جان. کوکو جان بیادر بخیر خوب هستی جان؟ جور تکرم شاید خوب است جانت جور است بخیر تو خوب است خدا ببخشیش دیگه قربانت شوم بشی پدر جان بشی ما بسیار اعصابم خراب است اوضاعم خراب است قربانت شوم مرده اینجا نیست قربانت شوم در شفاخانه است این تابوت خالی را مانده قربانت شوم منتظر موتر هستی کمک شومکت چی کنم قربانت شوم من مریض در شفاخانه داشتم این 2 هفته است که دو شفاخانه شو 5000 روپه از من میگیره این 4 روز شده که او فوت کرده 4 روز شده تو خبر نداری قربانت شوم او فوت کرده حالا من دکترها رو میگم که بدم مریضیم چطور است میگه جور است او رو در یک اکسیژن بیادر پس تنفس میته بیادر او سیروم گرفته میگه من سیروم تیر کردم مرده سیروم تیر کرده سیروم هست که در بغلای زو تیر شده او قربانت شوم اونجا او فوت کرده این مرا میگه که پیسه بیار چرا تو میکنن از خاطر چی؟ شما قضاوت کنن و قربان شما در کدام شفاخانه غور است که در این شفاخانه باشه ما اونجا مریض افتاده کس مرا نمیمونه که پیش از او برم چرا که او خوب فوت کرده این حالی چی قسم پیسه خود چارج کنه شو 5000 روپه یک غریب از کجا کنه که بته 2000 روپه هم دواش میشه دواش رخصت را گرفتیم رفتیم در دان کوچه خود در ملتونی که مرا میشناسه که از او قرض میگیرم من خب پیسه دیگه ندارم چیزی که داشتم فروختم و آوردم بیادر دادان دکترای ظالم دادم او قربانت شوم پیش در ملتون والا هم که رفتم که بیادر همی دواگه که برم بته او که نقصه را سعی میکنه که نقصه بیادر هیچ الویزو معلوم نمیشه او بیادر قیمت چی کنم دیگه دکتر هم خواندن نمیتونه او نقصه را پس که بردم دمو شفاخانه همون دوای اصلی را برام دادک 4-5 هزار روپه از جاتر شدن و 8000 روپه دوایم شد و قربانت شو خود در سر مرده 8000 روپه دیگه دوام گرفته میبخشی ما خدا کنترل کنم نمیتونم از یک طرف دیگر خون میجم از دیگر خون است ما برادر چطور کنم نه غور است نه بازخواست است و قربانت شو برای من خود گفتن که بیادر رگل شما رای بتین من دکترهای فوق العاده را براتون میارم که من مریضی هایتان تداوی میکنم حالا در هر شفاخانه که بری ولا کس در قصه چه و میگه پیسه دولتی میبردی کام دولتی او قربانشم دم دولتی که ببری کنگی 600 در خانه در اتاقای خود چای خورده میره مریض اونجا بیادر ناله میزنه خیمه پیسه کی برم او قربانت شو خیلی بازخواست از کی کنو کاکا جان حالا جنازه را ببر که من قطعت کمک شو قربانت شو برای من زنگ زد که بیا نفرت فوت کرده زندگی سر خودت باشه مگه تو تور چی میکنی باشه این آمدم وقتی که رفتم بیادر گل که دیگر دکتر استاده میگم او بیادر همون مرده مرا بته که من ببرم که او بیادر رو خود زنده هسته چی رقم زنده است خب برای من تلفن کرد که بیادر رو فوت کرده گفت نه چند روزه باقی داری تو اول همون پیسه را بیار بعد از اون مرده تا ببر حالا پیسه نداری که تو مرده را بکشی پیسه ندارم که من مرده خود را بکشم قربانت شم کی را بکشم کی را دوزی کنم خانه کی را بزنم بارم نیست قیمت چی کنم تو بگو تو والا راست میگی دل ما سرت بسیار سوخت کاکا جان دوا زمام دیده نمیشه مام غریب بیچاره مسکین آدم هستم اینمه قدر از وقت من میشد که صدای تا از این مردم برسانم که ببینن خودشان قضاوت کنن که چه پنسه پیدا بیادر شما هم خدا داره شما هم مرگ دارین یا نداره خیر است سر یک غریبی بیچاره رحم و ترحم کنه که خدا سرتان رحم کنه اگر شما ایتو میکنه خدا ولا که سر هیچ کدامتان رحم کنه ما دیگه جگر خون شدم دوستا عزیز
این مریض چند روز میشه؟ این 4 روز شده قربان چون که مرده نان. چند روز؟ 4 روز. چند روز شده که 4 روز شده که مرده. 20,000 دیگه میگه از مردهش بده برای من. چند روز میشه؟ 4 روز. 4 روز قربان چون 4 روز. 4 روز میشه. چند روز میشه؟ 4 روز قربان چون 4 روز شد. 4 روز میشه که مرده. پیشم گو پیش در یخچال مانده که خراب نشه. کتش خوبی میگه که اجازه نداری که تو پیش مریض بری. خیمه چی کنم از برای خدا؟ وقتی که دیدم که مرده بیادر رو میگم خیمه رو مرده مرا بده که ببرم. این تابوت هم پیش از پیش جور کردیم. میگه نه بیادر اول تو پیسه زیر تابیل که بعد از اون مرده تا ببر. خب من از کجا کنم از برای خدا؟ من خودم کارگر نیستم، بیکار هستم، 8 سرایال دارم. یک رو صبح میبرایم برای کار، یک ذره کار پیدا نمیشه. شب میایم در خانه لب دان خشک در خانه خود میایم. یک لقمه نان ندارم و این ظالمای کذاب میگه که 20,000 دیگه بده بعد از اون مرده تا ببر. خب بیا خیر خدا گزارشگر و قربان چاو همه صدای غریبه برای مردم های فیودال برسان. همه صدای غریبه برای دولت بی بازخواست برسان که نه بازخواست داره نه هیچ چیزی نداره. قربان چاو ولا از یک شفاخانه یا خبر بگیره، اولا از هیچ شفاخانه یا یک دفعه سر خود در رو کنه که باشه اینجا چی هست. او قربان شم یک دوایی که در بازار 10 روپه در داخل شفاخانه 100 روپه برم میده. من چی کنم از کجا کنم؟ او قربان شم نه تفتش داره والا که نه چیزی داره. باب جگر خون شده والا. دیگه چطور کنم او بیادم ببخشی پدر جان، خدا رحم کنه. خدا سر رحم کنه. دوستان دید گزارش ما را دیدید. خدا کنه خوشحال آمده باشه. جگر باب خون شد بسیار و زیاده ولی تابوت گرفته در دال کوچه 6 روپه نداره که مرده خودش با خانه بکشه. ها بیادری چی رقم والا یک کم خود شما باید رحم داشته باشید. پیس گرفتین 50 روپه بود 100 شد 100 تا 1.5 ساعت شد این تا 3.5 ساعت رسیده ما سر صدای خدا نکشیدیم. والا ملا میفتم پیش بایلا خاله تا نگم یک شیشه تا ماندم باز برا بگوین که چی رقم مردم هستین شما والا. دوستان عزیز گزارش شما را دیدین. خدا کنه خوشحال آمده باشه. تا هفته آینده که باز من خدمت شما میام. خدا یار و مددگارتان.